بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و دوستان عزیز، عنوان امروز 4 صفتی که نجات دهنده انسان هاست از هلاکت می باشه. یعنی او 4 صفت را که سوره والعصر شریف، سوره مکی، از طرف رب العالمین توسط جبرائیل بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشه و از برکت اونا به ما تفهیم میشه که 4 صفت هست که انسان را از هلاکت ابدی نجات میده. او 4 صفت را امروز گوش میکنیم، لذت میبریم، میآموزیم و عمل میکنیم تا انشاءالله تا خداوند تبارک و تعالی ما را از انسانهای خسرانمند و بدبخت ابدی و هلاک شده نگرداند. فلهذا عنوان امروز 4 صفت نجات دهنده از هلاکت ابدی. 4 صفتی است که انسان را از بدبختی ابدی نجات میده. در غیر از او کسانی که این 4 صفت را ندارن اونا هلاک هستند. و اگر یکی از این 4 صفت که بسیار مهم هست و عمده هست، اگر او انسان ها امو شرط اولی، صفت اولی سوره والعصر آنچه که بیان میکنه اگر نداشته باشه، او ابدا محروم از فیض الهی است و ابدا به جنت هرگز داخل نمی شود. اما کسانی که صفت اول را داشته باشه و صفتهای دیگر را ناقص داشته باشه و یا سرش توجه نکرده باشه، سوخته در قبر و در محشر و در دوزخ، باز بعداً هزارها سال بعد و یا صدها سال بعد به جنت انشاءالله می رود که او طبقه مسلمانهای گناهگار است. شما می فهمین که در دنیا در مسلمان انسان ها 3 قسم می باشند. یکی انسان هایی که کاملا ابدا بدبخت هستند، اونا کافرها هستند. الحمدلله بگوین که با شما در لیست نیستیم. و لیست دیگری از انسان ها که اونا ابدا نیکبخت هستند، اونا مسلمان های واقعی هستند که ما شرمنده هستیم پیش او قسم مسلمانی. خداوند ما و شما را همون قسم مسلمانی که میخواه بگردانه که ما واقعا مسلمان باشیم، نه از او مسلمان های شرمنده، خواب برده و در بدر. و یک قسم دیگری از انسان ها او مسلمان های است که اونا کافر نیستن، مسلمان هستن، مسلمان حقیقی نیستن، مسلمان فاسق، مسلمان غافل، مسلمان روی سیاه، مسلمان گناهگار است که ممکن اکثریت با شما در این لیست بیاییم. هدف از عنوانی که امروز میخوانیم این است که بیاییم خود از او لیست مسلمان های شرمنده و غفلت زده و خواب برده نجات بدیم و در لیست مسلمان های
واقعی و کامل داخل بگردانیم. اینطور نیست که همه کار ما به خداوند حواله کنیم، بگوییم که برو هر چی که خدا کرد خوب چلا یافتیم. بعضی ما اینطور نمیشه. خداوند بی‌نیاز جل جلاله برای ما راه نشان داده که اینمی 4 صفته ای بنده ما اگر پیدا بکنی و داشته باشی تو هستی نجات یافته از خسران ابدی، از هلاکت ابدی. تو در گودالهای دنیا، قبر، قیامت و دوزخ نمی افتی. فلهذا برادران ما را و خواهران ما را خداوند بی‌نیاز توفیق عنایت بفرماید که این 4 صفت را دقیق گوش بکنن و یاد بگیرن. و خداوند من هم توفیق بده با شما که عمل کننده این 4 صفت انسانی و اسلامی باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والعصر، قسم است به نماز عصر. یا بعضی ها گفته قسم است به زمانه. عمر بسیار شرافت داره پیش خداوند. عمر انسان پیش خداوند بسیار عزت داره. به زمان عمر انسانیت الله قسم یاد میکنه جل جلاله. ما هستیم که قدر عمر خود را، سرمایه زندگی خود را برباد میتیم و نمیدانیم کار کردگی خود را. و یا بعضی از مفسرین، تفسیر ابن کثیر دمشقی، تفسیر قرطبی شریف، تقریبا 18 تفسیر شب میدیدم در این مورد، تفسیر کبیر امام فخر رازی صاحب، اونا فرمودن که قسم است به زمانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این زمانه از زمان صحابه کرام شروع میشه تا قاف قیامت ادامه داره. امروز دورانی کیست؟ دوران محمدی ها است. بگوین الله اکبر. کافران جیرخوران ما مسلمان ها هستند. بیاین مسلمان شوند. آنچه که نان میخورند از برکت مسلمان ها هست. زمانه حتی حضرت موسی و عیسی علیهم السلام که ما به نامهای شریفشان و به نبوتشان احترام داریم، اما زمانه اونا نیست. دوران امت محمد رسول الله است. بلند بگوین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. فلهذا ما امت افتخار میکنیم که به زمانه پیغمبر ما و امت ما الله بی‌نیاز القرآن قسم یاد میکنه. والعصر، قسم است به قرن محمد رسول الله علیه السلام، به زمانه امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. زیرا کارهای خوبی را که امروز امت رسول الله علیه السلام میکنه، امتهای واقعیش هیچ امتی کرده نتوانسته و ممکن هم نبوده برایشان بکنه. آیا کدام امتی را شما به سراغ دارین که در هوا ذکر کرده باشه، قرآن خوانده باشه؟ نه. اما امروز امت محمد رسول الله علیه السلام وقتی پیلوت است به طیاره پرواز بکنه، مسلمان باشه، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم. این هیچ امت در آسمان نخوانده. امت را شما سراغ دارین که در منبرش عالم صحبت کرده باشه و صدای از او را در کاخ فلان کشورهای شرقی و غربی و در فامیله های کشورهای شرقی و غربی کس شنیده باشه؟ شنیدین تو در تاریخ که امت موسی را علمایش، امت عیسی را علمایش در معبدشان، در مسجدشان سخنرانی کرده باشن و صدای اونا نشر شده باشه به صدها کشور دیگه؟ شده اینطور؟ نه. پس به افتخار امت بگوین الله اکبر. که امروز رادیو برآمده، تلویزیون برآمده، مایک برآمده، اینترنت برآمده، وسایل دست جمعی که صدای علمای امت محمد رسول الله را به جهان نشر و پخش میکنه. شاید این وسایل برای چی ساخته شده؟ نیت او سازنده، کسی که را ساخته معلوم نیست، ولی ما این وسیله را چرخ میتیم به خدمت ملت محمد رسول الله. بلند بگوین صلی الله علیه وسلم. پس الله بی‌نیاز به ما امت قسم یاد میکنه به زمانه این امت. والعصر، قسم است به زمانه محمد و امت محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. یا قسم است به صوبکی، بعضی ها گفتن یا قسم است به بیگاهی. بعضی مفسرین تفسیر کردن، تفسیر قرطبی شریف. یا بعضی گفتن قسم است به نماز عصر که مردم به دکانداری و کسب و کار و تجارت مصروف میشن، نماز عصر از پیششان فراموش میشه. هدف این قسم ها چی است؟ خداوند چرا قسم یاد میکنه؟ جواب قسم چی است؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به خدا که ما میگیم با بنده هستیم
ولی الله به مخلوق خود قسم میخوره. قسم به مخلوقم، به فلان فلان، به آفتاب، به مهتاب، به ستارگان، به عمر محمد رسول الله، به زمانه محمد رسول الله علیه به نماز عصر و غیره و غیره. قسم یاد میکنه که جواب قسم هدف چی است؟ به تحقیق انسان در ضرر است، در نقص است، در هلاکت است، در بدبختی هست، در پشیمانی هست، در روسیاهی هست. عمرش روز افزون کم کده میره. انسان در ضرر هست، ریشسفید میشه، مریض میشه، میموره، به قبر میره، میپوسه، به آتش دوزخ میغلطه. اما انسانی که در ضرر هست دیگه. ولی تو انسان هایی است که روز افزون سالش کلان میشه، دلش جوان میشه، اشک میریزه، به عشق خدا میسوزه، پایش درد میکنه، کمرش درد میکنه، نمازش درد نمیکنه. او انسان در ضرر نیست، او انسان در هلاکت نیست. شبها به پا میخیزه، با رب خود مناجات داره، دست به طرف آسمان بلند میکنه. به او انسان خسرانمندی نیست، به او انسان ضرر نیست، به او انسان هلاکت نیست. زیرا او انسان 4 صفت را داره. چند صفت را داره؟ بیاییم که ببینیم که اولی این صفات چی است؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. چقدر خطا هستی در آیت اولش که انسان در ضرر است، در آتش است، در مرض است، در هلاکت است، در بدبختی است، در گودال دوزخ میافته، زیر قهر خدا غرق است. اما بنازم رحمتت را یا رب که ما را جدا کردی از اون بدبختا، از اون کافرا، از اون یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، بدبختای ابدی، رزیل های دنیا. و اعلان کردی الا الذین آمنوا، بلند بگوین الحمدلله، مگر آنهایی که ایمان آورده اند. بگوین شکر خداست، ما تو ایمان آوردیم. باز بلند بگوین الحمدلله. در درون قرآن داخل شوین که قرآن چی میگه، چه زیبا می ستایه مسلمان را، چه زیبا جدا میکنه. تا زمستان نبیایه قدر بخاری فهمیده میشه. اول خداوند قهرش نشان میده، ان الانسان لفی خسر. خطا میشی، جان لرزه میکنه که خداوند گفت انسان دوزخی است، ابدا هلاکت، بدبخت است، به غضب و قهر ما بالایش میریزد. اما یک بار جدا کرد، الا الذین آمنوا، مگر آنهایی که ایمان آوردند. در جای دیگری میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یک جمعه تقریر هم روی پارسال داشتم، یادتان هست، الله ولی الذین آمنوا. خداوند دوست آنهایی است که ایمان آوردند. بگویید الله اکبر. شرم است به مسلمان هایی را که میشنویم بعضی ها مرتد شده اند، نعوذ بالله. بگویید مرتد. امروز ما داریم بعضی از دوستانی را که در بعضی از رسانه ها چیزهایی میگن، در بعضی از مکاتب و کورس ها و پوهنتون ها. همگی نه. چرا ما چنان چیره دستانی، محصلان نازنین، متعلمان دیندار، سیاست مدارانی عاشق پیغمبری خدا را داریم که والله من خودم شرم است که بگویم من مسلمان هستم پیش از او، اما تو مسلمانی قوی است. ولی داریم میشنوم چیزهایی را از بعضی پوهنتون ها، محصلین، متعلمین، اساتید حتی و رسانه ها که کاملا اسلام رد میکنن. بگوین نعوذ بالله من ذلک. طور مثال خوی خداونده که غضب داره، ما او را خوش نداریم. ما ای تو خدا را پرستش میکنیم که او تنها مهربان باشه. این گپ چی است؟ کفر است. باید این برادر هر کسی که از کلمه عرضه بکنه مسلمان شود دوباره. دوم این قرآن غیر قرآن والله غیر از مزخرفات چیز دیگری باشه نعوذ بالله میگوین. بگوین نعوذ بالله. یه آدم مسلمان است کافر؟ شما میفهمید که کافر است ولی خودش مسلمان میگه. بچه مسلمان است، در تذکرش اسلام نوشته است، از افغانستان است. و یا میگه که عجیب است به خدا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم 12 زن کرده، خوب کار نکرده دیگه. بگوین مسلمان شد کافر. هر کس جزئی ترین انتقاد به صحات یک پیغمبر ولو غیر از پیغمبر ما بکند او کافر بالله است. بگوین الله اکبر. به اتفاق کل مسلمان ها. اگر کسی آیت قرآن منکر شود اوه سبحان الله،
که بسیار آیات‌ها را امروز مردم منکر هستند. ای که عمل نمیکنه خیر گناه است، ای که میگه که نمی آید خوب آیت نیست چی میشه؟ کافر. والعصر ان الانسان لفی خسر. ای انسان، به نام انسانیت تو را خطاب میکنم برادر، تا در قلبت کار کنه. تو برادری اسلامی ما هستی، بگو الله اکبر. ولی میشه یک کسی که همینطور گپا را میزنه برادر ما نیست، برادر اسلامی ما، ولی چون برادر انسانی ما هست، از یک پدر تولد شدیم، ولو کفر ولو اسلام، برش میگم برادر انسان عزیز، بیا توبه کن، دوباره کلمه میخوان اشهد ان لا اله الا الله، زیرا تو در ذیل الا الذین آمنو داخل نیستی. بیا خود را داخل بساز. و به کافرای دنیا اعلان میکنیم، میشه صدای برات فردا ترجمه شوه. دعا کردیم بار بار، بعضی دعاهای ما الحمدلله با برکت بلند گفتن آمین شما بگوین آمین قبول شد. میشه دعای ما را هم از این منبر پاکی یکی از مساجد رسول الله علیه السلام به قلب کافر بخوره، به گوشش بخوره، یک بار بگویه که والله شهادت میتونم که خدا یکتاست و محمد رسول الله علیه السلام پیغمبری بر حقی است. شما میفهمین که یکی از اعضای پارلمان کشوری هلند که در عین زمان فیلمساز هم بود، فیلم توهین آمیز در حق جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخت. احساسهای مرده دلش درد نکرد، مسلمان بود، خب ساخت دیگه چی میشه میگفت نعوذ بالله من ذلک، دلش درد نکرد. ولی مسلمان واقعی اشکایش ریخت، دلش بریان شد، حتی شهید شد. بعضیا به خاطر میگفت در بعض کشورها خون پاکشان را در صفحه تاریخ خون سرخشان را نوشته کردن، بگوین الله اکبر. ولی جالب چیه است گپ سری الا الذین آمنو، کسی که الله هدایت میکنه، اونمو بدبختی که در حق رسول خدا علیه السلام فیلم توهین آمیز میسازه. باز مسلمان ها سرش یورش بردن در هلند، در امریکا، در مسکو، در فرانسه، در افغانستان، در پاکستان، ایران، در هر کشور نعره های بلند بگوین الله اکبر بلند شد. این فیلمساز گفت که این صدا چی هست؟ گفت این صدا را از خاطر تو سر بلند شده. گفت ما چی کار کردیم؟ گفت تو یک خدمت کردی به اسلام. چطور خدمت؟ گفت تو فقط اینقدر کار کردی پیغمبرشان به زعم خودت توهین کردی، ولی امروز لکها مسلمان به احساس اسلامی در آمده دارند کشورهای کفری رو به الله اکبر میگیرند، بگوین الله اکبر. یک باری آدم فکر کرد که بخو ضرر به اسلام نکردم، فایده به اسلام کردم، مسلمان ها رو احساسهای خواب بردیشان بیدار کردم. گفت این پیغمبر کدام؟ همون پیغمبری که مفرد ساخته؟ گفتن بله. گفت او خب مرده، اینای قبر دوست داره؟ گفت بله. دین حق امو است که رهبری که ظاهرا زیر خاک است، او رهبر زنده است در قلب اینا. اگر زیر خاک تنش است، حقیقت او نبی علیه الصلاة و تسلیم و دینی از او و درد و سوز او در قلب برادران خواهران امت محمد رسول الله زنده است، بگوین الله اکبر. باز ای گفت که میخوام یک مطالعه کنم، قرآن شریف مطالعه کرد. نامش متاسفانه یادم رفته، کسی اگر یاد داشته باشه بگوی نامش. بعد قرآن مبارک ما در اینترنت هم گشتن امشب مانده بود میگپره. باز قرآن مطالعه میکنه، حدیث میخونه، گریه میکنه، میگه که اشهد ان لا اله الا الله. چی بد کردم که تو فیلم توهین آمیز ساختم یا رسول الله؟ برمیخیزه میره به پاسپورت و ویزا میکنه، از هالند به طیاره سوار میشه، میآیه مدینه منوره. الا الذین آمنو. به این خاطر خداوند میگه ای کافرها شما در خسران هستین، بیاین ایمان بیارین. مثل او اعضای پارلمان فیلمسازی که توهین محمد ما را میکنه ولی مسلمان میشه. میفهمین؟ کسی که از نگاه دوستی به جناب رسول خدا نزدیک میشه او خب بیخی نیکبخت است. حتی کسانی که دشمنی میکنه غیرت رسول خدا او را مسلمان میشه. بگوین الله اکبر. باز مدینه منوره میآیه، به حضور قبر رسول الله علیه السلام استاد میشه و میگه که السلام علیک یا رسول الله. او احساس خود شریک میسازه با انسان‌های امروز. شما در یوتیوب ببینید، نامش بزنید، احساس خود شریک میسازه، میگه من خجالت میشدم به حضور محمد رسول الله که چطور به این فیلم ساختیم. یکی از امامان مدینه منوره، شما مدینه شریف نرفتین، صالح البدیر نام داره، خیلی حافظی مبارک،
خوب قرآن میخوانه، آدم زیر تاثیر میگیره، با او ملاقات میکنه، او از مزایای دین برش میگه. با شیخ حذیفی ملاقات میکنه، او مزایای دین برش میگه. باز میگن که شما برای چی اومدین؟ میگن که حج عمره است، وقتش مسلمان شدیم، فلان انسان هستم، معرفی میکنه خدا. و علی میخوام بیت الله برم، اما پایم کش نمیکنه از حضور محمد رسول الله دور شوم صلی الله علیه و سلم. بالاخره گریه کده از مدینه میبره و به بیت الله شریف میره. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، مگر آنهایی که ایمان آوردند و عمل الصالحات. و تنها ایمان کافی است، با آواز بلند بگوین نه. به ایمان شرایط کار، به ایمان عمل کار، به ایمان شاخچه ها کار. امروز ما میتونیم یک شرابیر مسلمان واقعی بگوییم؟ نه. آیا میتونیم یک زناکار کافر بگوییم؟ نه. الا الذين آمنوا است، مؤمن است. اما ای تو مؤمنی که عمرش به زنا تیر میشه، مؤمنی که عمرش به شراب میگذره، مؤمنی که خون مسلمان ها را میریزانه، مؤمنی که رشوت زهر جان میکنه، مؤمنی که سودی که 33 زنا گناه داره میخوره، مؤمنی که اصلا نمازش نمیخوانه و هم مؤمن است. آیا او در خسران نیست؟ هست. شراب میخوره، زنا میکنه، قمار میزنه، بچه بازی میکنه، زنک بازی میکنه، موسیقی مبتذل میشنوه، سریال و فیلم هایی که ما را بیراه و گمراه کرد میبینه. پدر و مادرش احترام نمیکنه. مسلمان است، کافر نیست، اما در هلاکت است، اما در زیان است، اما در ضرر است. قبرش آتش است، محشر بی آبرو میشه، به طالاق به دوزخ میافته. رسول الله علیه السلام هم شفاعت کرده نمیتوانه بگوین الله اکبر. کسی که نامه اعمال سیاه باشه و هیچ عمل نیک نداشته باشه، حتی جناب رسول الله علیه السلام پشتیبانیش کرده نمیتونه. کسی را حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سفارش میکنه، شفاعت میکنه، یکی سی خوبی را خود داشته باشه، یک کم کم خود در راه رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم مانده باشه، دستش خود در راه ایدین حرکت کرده باشه، چشمش گاهی برای خدا گریه کرده باشه، گوشش قرآن و دین و تبلیغ گوش کرده باشه، قلبش عاشق خدا و پیامبر بلند بگوین صلی الله علیه و سلم بوده باشه، که بعد میدان محشر بگویه که یا رسول الله ما خو یک کم کم راه رفته بودم، نماز جمعه خو می رفتم، تبلیغی وارثین تو را خو گوش می کردم، کدام گناه از من سر میزد، باز توبه میکردم، گریه میکردم. یا رسول الله امروز مرا پشتی کو، امروز مرا سفارش کو، شفاعت کو در میدان محشر محمد رسول الله. امتای خود شما میفهمین که شفاعت میکنه. و روی از ما و شما بحث های مستقل و مفصلی داشتیم که همه روز محشر بود که من شفاعت برای دوستا عرض میکردم از حدیث بخاری شریف و مسلم شریف. اما قرآن فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آنهایی که ایمان آورده صفت اول، و عمل الصالحات صفت دوم. آیا کافی است کسی ایمان بیاره، عمل صالح بکنه، برادرش امری به نیکی نکنه، خواهرش امری به نیکی نکنه، نگوی شراب نخو بگوی به مچی، نگوی خواهرکم سریال های مبتذل هندی، نبی همشیر جان نمازت بخوان، فردا کفن تابوت جنازه به سراغت میآیه. مادر جان، خواهر، قرآن تلاوت کو، قرآن بخوان، گریه کو، درود شریف بخوان، سیرت زنان صحابه بخوان. مادر جان از خود چی ساختی مادر؟ چه قسم آرایش کردی خواهر؟ چه قسم لباس میپوشی خاله جان؟ هر کس قوم خویش خوده اگر نصیحت نکنه آیا در هلاکت هست و یا نیست؟ او هلاک است بگوین با آواز بلند. ولو مسلمان باشه، ولو آدمی خوب باشه، ولو مثلا مردهای هستند که در صف اول مساجد، دوم سوم مساجد به تبلیغ علما می آیند، به نماز جمعه می آیند، نمازخوان هستند، بار بار حج رفتن، توبه ها کردن، اما شاید بعضی ها کسانی باشه در بین ما که خواهرشان، مادرشان روی برهنه باشه، شاید در بعضی هتل ها رقص کنه و کنترل کرده نتوانه، شاید بچه‌شان شراب بخوره،
شاید همسرش با کسی مشکلاتی داشته باشه، فلهذا این همین آدمی که ولو ما ولو تو باشیم، خدای نخواسته الله ما شما رو طور نسازه، ایمان داریم، عمل صالح داریم، ولی توصیه نکردیم فامیلی خود را، قوم خود را، برادر خود را، خواهر خود را، ما در دوزخ میریم. قرآن عظیم شان در جای دیگر میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، نگاه کنین خودتان را و اهلتان را از آتش دوزخ. چی ضرورت داشت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم که قدر دعوت میکرد، قدر جهاد میکرد، خون بهترین فرزندان آدم علیه السلام بعد از پیغمبران صحابه کرام است، چی ضرورت داشت که به میدانهای بدر و حنین و احد میریختن؟ زیرا هدفش رساندن دین، توصیه مردم، امر به نیکی و نهی از بدی بود. فلهذا خداوند به ما شما این 4 صفت اسلامی را نصیب بفرمایه. با آواز بلند بگوین آمین یا رب العالمین. یادتان نروه صفت اول چی بود؟ ایمان آهنین، عمل میخواه، عمل. باز عمل اسلامی غیرت میخواه. غیرت برادرت میبینی که نماز نمیخوانه، میشناسی، همسایه دکانت است، تو به نماز میایی، برادرت به نماز نمیآیه، میگی به من چی؟ این غیرت نیست برادر عزیز. مسلمان ناقص است همین کسی که چنین میگوید. باز بعض مردم ساختن برو وقت خراب است، شوله تبوخو پرده تبوکو، تو رو به این گپای خرد و کلان چیز. حتی بعضی ریشت فیدا میگن، حتی بعضی کلان ها میگن، حتی جوانی است که تند میشه که پدر، کاکا، ماما، داخل هتل خواهرم، مادرم، دختر خالم رقص میکنه، گارسون های هتل او را دیده رایست، پدر جان بچه گریان کرده. پدر گفته برو بچم، خدای ملا نگی، به آواز بلند بگوی نعوذ بالله من ذالک. برو خدا لک بخش است. خب بیشک خدا لک بخش است، همون خدایی که لک بخش او میفرماید الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 قسم مسلمان، 4 صفت والا مسلمان کامیاب. چند صفت والا؟ ایمان داشته باشه. آیا بس است؟ با آواز بلند میشنوم نه. عمل نیک بکنه با ایمان خود، عمل نیک بکنه با ایمان خود. و بعد از ایمان و عمل صالح وقتی عمل انجام میته آیا کافی است؟ با آواز بلند کلیتان بگوین نه. در درونتان جای بدین برادران محترم و خواهران و برادران که از راههای دور صدای مرا میشنوند. بس است نه. امر بالمعروف، نهی عن المنکر، تواصوا بالحق، توصیه به عبادت، تواصوا بالصبر، توصیه به صبر. نمیتونم گناه نکنم، مولوی صاحب میگه دیگه، قاری صاحب میگه دیگه، سخت است، چشم دریاست. چرا چشم من و تو دریا نیست؟ کسی که او از خدا میترسه چشم او رحمت خداست. بگوین الله اکبر. حتی ما تأسف میکنم بعضی انسان هایی که سنشان بالا هم میره زنک باز هستن، سنشان بالا میره، خداوند توفیقشان بده، شرم کنن، از خدا بترسن. ولو ما ولو تو ولو هر کسی است. قرآن میگه اعلان کرد مسلمانی که عمل نداره او هلاک از هلاک. نمیفهمین شما از علما نشنیده ایم ما که کسی که ولو ایمان ببره گناه زیاد داشته باشه آیا قبرش کنده از کنده های دوزخ نمیشه؟ آیا لحدش تنگ نمیشه؟ ندیده ایم ما قبر دشت شور خودم رفتیم، آقای خرمایی را قبرستانش خودم رفتیم، باز شده بود، سرک سرش آمده بود. والله قسم به ذات رب العالمین بعضی قبرها سوخته بود. برادرای بسیار محترم بگوین آیا قبر یهود بود؟ بگوین نه. قبر نصارا بود؟ از امریکا کسی ما دفن کرده بودیم یا از همین شهر بود؟ پس ای برادر مزاری، کابلی، هراتی، قندهاری، افغانی، ای مسلمان از خدا بترس. قرآن برد می فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، مگر ضرر نیست، در هلاکت نیست، دوزخی نیست. یعنی 4 صفت والا باشه. اول ایمان داشته باشه، دوم عمل نیک انجام میده. بس است؟ نه. توصیه کنه برادر خواهر دوست آشنایش به صبر و عبادت کردن، به نماز صبح برخواستن، به جماعت بردن. بس است؟ تنها بگوی نماز بخوان، تنها بگوی ذکر ثواب داره، قرآن ثواب داره، درود ثواب داره، امی بس است؟ نه. در پهلوش باید بگوی شراب گناه داره، زنا گناه داره، قمار گناه داره. اینطور نمیشه که ما دین نصف بسازیم بگوییم که نه تنها نماز بخوان، ذکر کو، قرآن بخوان بس. این طرفش هم باید بگوییم که مرتد نشو، شراب نخو، قمار نزن، زنا نکو، قتل نکو، دزدی نکو، از خدا بترس، روی خود سفید بساز، به دست خودت است. بگوین الله اکبر.
ما رو خداوند اختیار داده برادر. خون هر کسایی مرا بعدا میشنوه، ما رو خداوند اختیار داده. بعضیا به دوش بلاکیف پروردگار می اندازن برو هر چی که خدا کرد، به شک هر چی که خدا کرد، ولی خداوند به ما اعلان کرد که 4 صفت والا او اهل جنت می باشه. ولی یارتان باشه برادرای بسیار محترم، بار براتون عرض کردیم، آیا ما مثل یک پیغمبر عمل کرده می توانیم؟ آیا ما مثل یک صحابه عمل کرده میتونیم؟ این تو نیست که راه نداشته باشی یک گپی که دین بر ما میکنه. کوه بلند سر خود را داره. از ما خداوند لایق طاقت ما، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند تکلیف نمیدهد هیچ انسان را مگر برابر طاقتش. از ما عملی عمر نمیخواه پروردگار جل جلاله و ما نمیتوانیم عمر شویم. 100,000 سال که ما زنده باشیم و سخاوت کنیم ما عمر و علی شده نمیتوانیم. بگوین الله اکبر. و این آیت هم در حق 4 یاری که بار نازل شده، باز بگوین الله اکبر. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر که انسان یعنی ابو جهل لعین که یکی از این کثیف ها است، در زیانمندی هست. تفسیری کبیر نوشته میکنه قرطبی ابن کثیر هم الا الذين آمنوا، مگر ابو بکر صدیق. بگوین الله اکبر. و عملوا الصالحات، حضرت عمر فاروق. بگوین الله اکبر. و تواصوا بالحق، و کسی که توصیه به نیکی زیاد میکرد او جناب حضرت عثمان با حیا بود. بگوین الله اکبر. و کسی که مردم منع میکرد با زور و اخلاق و شمشیر خود جناب حضرت علی رضی الله عنه بود. بگوین الله اکبر. 4 گل، 4 صفت زیبا با 4 گل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس وقتی که ایمان داری بگو الحمدلله، تو ابو بکری هستی. وقتی عمل صالح میکنی تو عمری هستی. وقتی حیا داری و کسی را تشویق میکنی کاری خوب بکنه تو عثمانی هستی. وقتی که مردم منع میکنی گناه نکنه، خواب نمیکنی مردم منع میکنی گناه نکو، شراب نخو، زنا نکو، محافظه کاری نمیکنی تو علوی هستی، نفر حضرت علی هستی. و بالاخره تو محمدی هستی. بلند بگو صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. الله اول به این گوینده حقیر و فقیر توفیق عنایت بفرماید. جوانان عزیز، سفیدان بزرگوار، بعداً به شما، بعداً به او عزیزانی که در منزل بالا، منزل‌های 3 و 4، در لبه‌های سرک، در هر جای که صدای مرا میشنوند، خداوند به اونا توفیق عنایت بفرماید. بر نو دوستایی که از طریق وسایل دست جمعی صدای مرا بشنوند در داخل و خارج این وطن، اگر ما میخواهیم وطن ما آباد شود، آرام شود، دیندار شویم، جنتی شویم، نیکبخت شویم، خوبی های دنیا و آخرت از آن ما باشه، با آواز بلند میشنویم که ما چند تا صفت داشته باشیم؟ باید 4 تا صفت. اول ایمان به الله تبارک و تعالی، ایمان قوی باشه، خود به خود عمل میاره سرش، عمل صالحه. دوم بعد از عمل امر بالمعروف، امر به نیکی، امر به عبادت. خود ما که نماز میخونیم کسی دیگر هم بکشانیم. شاید در بین شما کسانی باشه، دوستانی باشه کسی را آورده باشه و افتخار همونا بگوین الله اکبر. من دیروز یک برادر، خب نامش باید نگیرم، یکی از کسانی که اونا مسلح بودن، تفنگ داشتن، با تفنگ دزدی میکردن و قمار میزدن و کارشان فحشا بود. حتی نامش گفت ولی من نامش نمیگیرم. گفت که نام بگو ولی من نامش نمیگیرم. درست نیست. 2 روز قبل تلفن کرد، گفت مولوی صاحب در حال گریان میکرد. گفت ما تفنگ خودم مو کسی کلان ما بود و کلان دزدا بود، به او سپردم الحمدلله. آلی بگو ما چی کنم؟ گفتم چطور سپردی؟ گفت سری کجاست که چطور سپرده؟ مفت و رایگان سپرده یا ما تو امر بالمعروف کردیم سپرده؟ گفتم چطور سپردی؟ گفت یک روز در یک از رادیوها یک کسی تو مانده بودن، گوش کردم، یک بار گریان کردم. خب ما چی گفته بودم؟ توبه کو. ما چی گفته بودم؟ گناه نکو. ما چی گفته بودم؟ در راه محمد رسول الله بیا. پس اگر من در خانه خود خواب میکردم و تو خواب میکردی، آیا هزاران شرابی و زناکار و قمارباز دوست توبه میکرد؟ بگوین الله اکبر. آیا شخصیت های مثل ذاکر نایک اگر خواب میکرد هزاران کافر مسلمان میشد؟ نه. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. خواب نکو برادر، ری سفید بزرگوار، خواهر محترم، کار کو پشت دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. سحرها میخواست، شام نان بری خوردن به حضور مبارکش می آورد، گریهش می گرفت. کی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم را توصیه به حق می کرد.
توصیه به صبر میکرد. خداوند ما را هم توفیق عنایت بفرماید که مردم را توصیه به صبر کنیم، توصیه به حق کنیم. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت پوره شده رئیس که ما فضایل امر به نیکی را و فضایل منع کردن یک مسلمان چقدر ثواب داره. یک مسلمانی که تو یک میگی برش که می گناه را نکو ولو او بکنه و یا نکنه، همو گفته تو را تو ثواب کسب میکنی. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. تو دعوت وظیفه ایت است، تو غمی از این نباش که او میشنوه یا نمیشنوه. هدف تو این نیست که تو را توفیق میری، توفیق داده نمیتانی بگو نعوذ بالله. توفیق به دست بلا کیف رب العالمین است. جناب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب ترین اشخاصی را که میخواست کلمه به زبانش جاری کنه نتوانست رسول الله علیه السلام. آیت نازل شد انک لا تهدی من احببت الیک، تو نمیتوانی هدایت کنی کسی را که دوست داری. ما هم نمیتونیم هدایت کنیم ولی راهنمایی کرده میتوانیم، امر به نیکی کرده میتوانیم، توصیه به صبر و توصیه به حق نموده میتوانیم. تفسیر سوره والعصر اثر میخوانم، ترجمه میکنم، متنش یاد دارین، معناش یاد بگیرین. خداوند شما را ما را توفیق بده که سر این 4 گل 4 یار که او 4 گل بودن و این 4 صفت را داشتن، الله و ما هم این 4 صفت را عنایت بفرماید. والعصر قسم به زمانه، قسم به نماز عصر، قسم به عمر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. انسان در ضرر است. قسم به العصر که انسان در ضرر است، یعنی در هلاکت است، یعنی در نابودی هست، یعنی دوزخی هست انسان. مگر الا الذین آمنوا، آنهایی که ایمان آوردند. دوم و عمل الصالحات و عمل صالح کردن. اگر ایمان بیاره و عمل صالح نکنه بگه برو خدا لکباش از میشه بگوین به آواز بلند؟ نه، خدا گفت که نمیشه جل جلاله. ما بعضی به لفظ عوام صحبت میکنم، مطلقا میگم که خدا گفت که نمیشه بگوین الله اکبر. ما میفهمیم یا الله تبارک و تعالی او قمارش میزنه، شراب میخوره، باز میگه چی میگه؟ بی که باز در روز محشر مست و ملاقات کده پیش جنت درایم. یک بروف شد، باز بی که مستو که در پیش جنت میرم. باز میفهمی همون روز باز بی برو بچش پشتی گپا نگرد. ما قلندر هستیم. قلندر چیست؟ این ما در کسی که غرض نداریم، چرس خود میزنیم، شراب خود میکشیم، قمار خود میزنیم، در کس کار نداریم، نماز خود نمیخوانیم، تب خوش مردم هستیم. نعوذ بالله بگوین با آواز بلند. قلندر هستیم. خوب نامانده. خداوند به دوستای ما توفیق عنایت بفرماید. امو کسی که تو میگه امو رو میگم، نقل قولی امو دوست رو میکنم و برادروال برش میگم عزیز دلم، برادر محترمم. برای تو قرآن میگه 4 صفت داشته باشی تو از بدبختی نجات میابی. بیا معالمت، برادرت، دوستت، وطندارت آماده هستم برات یاد بتم. یک جمعه اعلان کردم پارسال گذشته، گفتم هر کس نماز یاد نداره نشرمه، بیایه برش نماز یاد میتم. یک بزرگوار سندش بلند بود، آمد دروازه تق تق شد. فردایش استاد شد، گفت یک شب رو چند وقت نماز فرض است؟ گلویم گرفت، گفتم 5 وقت نماز برادرم فرض است. گفت اول تم نماز بامداد 4 رکعت است، 2 فرض 2 سنت. تشریح که رفتم بی خود شدم، گلویم گرفت که این تا حال را نماز یاد نداره. باز یکی از شاگردارا بالا دست میداد، خورا خواستم پایان، گفتم اینمی آدم نماز یاد بده، چون نتوانستم دیگر طاقت کنم. سنشان بالا بود، تا حال را اصلا نمیدانست که در یک شب و روز چند وقت نماز و هر نماز چند رکعت است. یک روز یک مادر تلفن میکنه، نمره مولای هارالدین است. گفتم ها مادر بفرمایید همین نماز دیگر چند رکعت است؟ گفتم 4 رکعت. مادر چند ساله هستی؟ گفت 75 ساله. گفتم تا نماز یاد نداری؟ ای بچه میگه سختگیری نکو خدا میبخشه. نعوذ بالله با آواز بلند بگوین 75 ساله است، خدا میبخشه. تو چه قسم عمل کردی به دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که امید بخشی خدا را هم داری؟ ولی تو وری جوانی که تو وری سفیدی که نمازهایتان میخوانین و محفلهای دینداران و علما اشتراک میکنین و از خدا هم خوب میترسین، ولی من میفهم که بعضی وقت ما صغیر سر میزنه، سهو سر میزنه، خطا سر میزنه، جگرخون میشیم، توبه میکنیم، گریه میکنیم. به شک که همچون شما مسلمان ها را خداوند میبخشه. بگوین الله اکبر. و او وعده کرده لا تقنطوا من رحمت الله. ای بنده های ما هیچ وقت مایوس از رحمت ما نباشین. و او وعده کرده و انی لغفار لمن تاب، و من بخشنده هستم کسی که به من رجوع داره. به افتخار خودتان بگوین الله اکبر.
این تو نیست که باز روی سیاه و روی سفید برابر است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن میفرماید آیا برابر است آنهایی که میدانند حقیقت را و آنهایی که نمیدانند؟ برابر است؟ برابر نیست. حتی هستند دوستان ما، برادران و خواهران ما. مثلا یک خواهر قول برهنه است. جالبش در کجاست؟ اونمو خواهری قول برهنه و سر برهنه، بالای او خواهری که نمازخوان است رشخندی میکنه. او خواهر این خواهر توهین میکنه، ایوزی که او به او سیاست کنه. بعضی از دوستان هستن طور مثال ریش سنت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ما علما بعضی ما به خاطر که زود سختگیری نکرده باشیم گفته از فرایض و واجبات شروع کردیم، اکثرا نگفتیم ریش بگذاریم. ولی تعصب و بعضی دوستا به این میکنیم که یگان برادر شوقی روی اخلاص سنت محمد رسول الله، جوانی 17 ساله است، جوانی 19 ساله است، یک متعلم و محصل است، یک بار خوش میه که باید بر روی از او و رخساره از او بیرق محمد رسول الله بلند باشه، بگوین الله اکبر به نام ریش. باز جالبش در کجا است؟ دوستای دیگه برش میگه تو چی ساختی خدا؟ ای ریشش یا بند بیده؟ نعوذ بالله بگوین. هر کس به یکی از سنت ها توهین بکنه از اسلام برادرای بسیار محترم میبراید. فلهذا اگر کسی ریش میمونه یعنی ایگه بجداست، اگر نمیمونم بر ترتیب. ولی که یک ریشکل یک ریشدار چیزی میگه شما بگوین، شما برادرای که ریشکل هم بستان هستین، آیا این درست است که یک ریشکل یک ریشدار بگویه که این ریشت چرا اینقدر دراز ماندی دیگه؟ کلکو بابا رشخند کردی هیچی است دیگه. برو محمد هم گفته بودم نعوذ بالله من ذلک. بلند بگوین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. والله چیزهایی رو میشنوم که بعضی وقت نفسم به گلویم میآید، ولی از خدای خود میخوام که یا رب تو به من حوصله بده، به من ظرفیت بده، به من قوت مادی و معنوی بده که من چیزی کدام کسی را گپ سختی نزنم که از به خاطر من از دین فرار نکنه. چرا مثنوی چرا نقل میکنه یک کسی در یک جای رفت، دخترش میخواست مسلمان شوه و پدر گفت پدر مسلمان میشم. گفت بچه مسلمان ها خوب مردم نیستن. گفت پدر مسلمان میشم، مسلمان ها خوب مردم هستن. خود در یک جای میگذشت که یک مؤذن اذان میداد، آوازش بسیار خراب بود، اخلاقش هم خراب بود، آواز این مؤذن هم بسیار خراب بود. دور از مؤذنای ما کلگیشان باشه، دور از همه مسلمان ها باشه. باز پدر گفت ها بچه، گفت مسلمان نمیشم. گفت چرا؟ گفت اینی آذان اینا است. میفهمین؟ کسی که اسلام خدای نخ چیز دیگری نشان میده او گناهگار میشه، بلکه مسلمان ها از بعضی ها از غیر مسلمان ها از دین فاصله میگیرن. فلهذا الله ما کسانی که منبرنشین هستیم، گوینده ها و وارثین گویا جناب محمد رسول الله علیه و خود را میگیریم. الله ما را توفیق عنایت بفرماید که شیرین باشیم، شیرین بگوییم، درد قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم کم کم لایق زور ما مرهم بگذاریم، زیرا شما میفهمین و علما میدانند که جناب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با جهانی از تکلیف، درد و غم این دینش را به اینجا میرسانه که امروز 1400 سال میگذره. ما امروز تصمیم میگیریم که 4 صفتی که بر رسول الله علیه السلام نازل شده تا به امتش بگویه عمل میکنیم انشاءالله نمیکنیم؟ دست ها بالا باشه و با آواز بلند تکرار کنیم 4 صفت کدام است؟ اول ایمان، دوم عمل صالح، سوم امر بالمعروف امر بنیکی، چهارم نهی از بدی. این 4 صفت مسلمان است. ای الله تو شاهد باش، ما دستهای خود را بلند کردیم، ما را نزد نفس شیطان خار مگردان، ما را خوب عمل کننده های این 4 صفت اسلامی بگردان. بگوین آمین یا رب العالمین. زور ما همین قدر است برادرای محترم. وقت به پایان رفته روی است، وقت دعا نزدیک می باشه. حال زور به دعا می اندازیم که یا رب ما این همه قدر تکلیف کشیدم، قرآن دیدم، حدیث دیدم، شبهای جمعه که میشه، روزهای جمعه که میشه، من فکر میرم که خب فردا ما چی نسخه نوشته کنم از قرآن عظیم الشان، از احادیث محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. جامعه ما خب مریض است، کلگی ما مریض هستیم برادرای بسیار محترم. خب دکتر اگر در این نسخه نوشته کنه که چند قسم دواهایی که پیدا نشوه، آیا مریض تداوی میشه؟ فلهذا دکترها مسئولیت دارن که علمای دین هستن، این تو نسخه میته که مردم بتانن. بگویم برادرکم، خواهر عزیزم، پدر جان، مادر جان، لایق زورت، حرکت کو، اسلام از توست، ایمان از توست، قرآن هست توست، علما در خدمت توست، رحمت خدا سر تو میریزه، آسمان بیستون به خاطری تو ایستاده است.
جنت مشتاق تو است. حورای بهشتی آرزوی شما جوانها و ریسفیدها را داره. دروازه های جنت باز میشه، بسته میشه برای امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. زمین افتخار میکنه این 4 صفت والا را. از زمینی که میگذری او افتخار میکنه، و زمینی که فاسدان، فاسقان، کافران، ظالمان، روسیاهان، بدبختان، خدا کنه که من خودم غافل و فاسق نباشم، از او زمین میگذره، او زمین میشرمه، خجالت میشه که از سرش یک بدبخت میگذره. خداوند اقلا ما رو اینقدر خار نسازه پیش امی زمین خو کم نیاییم، پیش حشره ها خو کم نیاییم. میفهمین وقتی که عذاب نازل میشه حشره ها و حیوان ها دعای بد میکنن که از بدبختی شومی نمی فاسقا بلا نازل شد، و اگر نه ما حیوان ها چی گناه کرده بودیم که عذاب نازل میشه و یک شهر از برهم و درهم میشه، از شومی یک شوم میسوزد شهر روم. ای الله ما را همو شوم مگردان، ما را وسیله برکت، ما را وسیله عزت، ما را وسیله افتخار امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم میگه. فلهذا ما میدونم برادرای بسیار محترم که شما وری مردم، شما وری جواناری سفیدا، برادرایی که بالا و پایان هستین در شهرهای دیگه. از دیروز رئیس تلویزیونی فکر کنم تخار بود تلفن کرد، باور کن از آواز فهمیده میشه که برادر چقدر دیندار است، چقدر اخلاصمند است. و یک روز دیگه ما در روزی مبارک رد میشدم، یک برادر طرفم نگاه کرد، گفتم که کی کار داری دوست؟ گفت شما حیات الدین نیستین؟ گفتم ها برادر. گفت من رئیس یکی از تلویزیون های قندوز هستم. ببینید که مردم چقدر الحمدلله دین داشت. به افتخار همین دوستا بگوین الله اکبر. به همین ترتیب به پروان رفتم، از بامیان خبر میشم، از هرات و کابل. دیگه علمای کرام که چقدر هنوز زحمت ها، خداوند زحمت های او بزرگوار دین هم قبول بفرماید. از برکت چی بوده؟ ایمان، عمل صالح، توصیه به نیکی، من کردن مردم از بدی. یک روز دیگه براتون عرض کردم که از یکی از ولایات کارهای بد نامی ولایتش نمیگیرم چون درست نیست، ایذای مؤمن حرام است. کارهای خوب ولایت نامش میگیرم، کارهای بد نه. که کدام ولایت بوده؟ از یک مهمان خانه تلفن اومد از یک ولایت دیگه که مولوی صاحب گفت ما قمار میذاریم، تقریبا 20 نفر هستیم. و همین لحظه یک کسی داخل شد، یکی از CD سخنرانی شما دریج ثبت بود، آواز گفتم گل کو گل نکرد، گفتم گل کو گل نکرد. گفت شما قمار نزنین، من چرا گل کنم آواز تبلیغ علمای بیچاره را؟ خب شما بشنوین که همین چی میگفت در مورد توبه صحبت میکردین. باز حتی او برادر گفت شما در مورد قمار صحبت ندارید. ما 2.5 ساعت ایمان شما رو گفت یک تا گوش کردیم در مورد قمار نیست. و من انشاءالله در آینده و راست گفته او برادر مستقل ایمان روی قمار هنوز صحبت نکردیم که انشاءالله صحبت میکنم. و آرزومند هستم که الله بی نیاز برای ما مواد زیبا را پیشکش بکنه، به یاد ما بیاوره از آیات و حدیث، حکایات شیرین توبه کنندگان، که دوستای قمارباز ما هم روز قیامت نگویه که خو روی شراب گفتی، شرابی ها اکثرا توبه کرد الحمدلله بگوین. روی قمار گفتی نگفتی، سود گفتی، شراب گفتی، فلان گفتی، نگوید دوستای قمارباز ما که روی قمار چرا نگفتی. روزی محشر گلهشان از ما دور نباشه، نگوید ای مولوی که تو رو مردم گفته گوش میکرد چرا خیمه قماربازم مرا دور ندادی. الحمدلله بگوین با آواز بلند که او دوست شاید دیجا باشه، نامش نمیگیرم. دیروز یک دوستی ازم که قمار میزد آمد به حضور ما، گفت که مولوی صاحب من توبه میکنم. گفتم برو توبه کن، الله توبه قبول بسازه. و اثر صورت او جوان ایتو است بشد که نور میباره. بگوین الله اکبر. فقط با یک دفعه آمدن که من توبه میکنم و شاید چند روز و چند هفته از توبهش گشته بود، باور کن وقتی که او دوست برآمد، یک دوست ما گفت که این دوست چقدر نورانی بود، نفهمید که این کی است، او قمارباز است. چرا نورانی شده؟ زیرا توبه کرده. بگو الله اکبر. زیرا قرآن برش گفته این الله یحب التوابین، خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. از کدام برکت توبه کرد؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس من از خداوند میخوام که خدمات ما را وسیع بسازه. شما آمین بگوین. و اگر کدام عالم دیگری، خطیب دیگری، امام دیگری، قاری و ملا و شیخ دیگری، دعوتگر دیگری خواب اگر هست، خداوند او را هم بیدار بسازه، خدمت بکنه. و کسای دیگری که از ما کده بلندترها خدمت میکنن، الله اونا را هم داشته باشه، عمر با برکت به اونا هم بده، که به برکت تبلیغ واقعی او علمای بزرگ که در دنیا خدمت میکنن و در این شهر خدمت میکنن و در افغانستان خدمت میکنن. شما به حق کلی که بزرگا دعا بکنین الله خدمات ما را با پاس دعای شما جوانها، ریسفیدا، برادرها و خواهرها به دربار بیریازیش قبول بفرمایم. ولی من مزدر براتون میتونم که قبول شدن نشانی داره که سر مردم تاثیر کرد و یا نکرد.
کرد یا نکرد صحبت علما سر مردم تاثیر؟ با آواز بلند بگن اگر کرد. آیا مردم اصلاح شد و یا نشد؟ پس ما دانستیم که یا رب پروردگار تو تبلیغ ما را به دربارت قبول کرده بودی و اگر قبول نمیکردی خب بالای مردم تاثیر نمیکرد. با وجودی که ما خود را میشناسیم، باور کنید وقتی که من از این دروازه داخل میشم چرا من شما رو میگم که از جایتان نخیزین؟ زیرا خدا لایق نمیبینم که شما دم روی ما بخیزین و بار براتون تکرار کردیم که دم روی حیات الدین نخیزین، ولی علمای کرام را، مشایخین عظام را در هر جا به دم روش بخیزین بگین الله اکبر. یارتان باشه در هر جای عالم دین دیدین، حافظ قرآن دیدین، ری سفید مظلوم دیدین، مریض را دیدین، مشایخ بزرگوار را دیدین، پدر و مادر بدم روش بخیزین بگوین الله اکبر. ولی اگر بدم روی مخیزین از شما خفه میشم برادرای بسیار محترم. بار آمدیم حتی بعض وقت جنگ کردیم باستانه که بشین گفتیم نجایت. او شاید برادر خفه هم شده باشه که مولوی من میگه که بشین. بعض وقت من میخوام با شما مصافحه بکنم، با شما میخوام جور پرسانی بکنم، ولی چرا نمیکنم؟ اکثرا دوستان میروند دستای آدم میبوسن، قریب هستن به پای ما بغلطن، در حالی که دست بوسی علما ثواب داره، اما من فکر میکنم نفس مظالم است، خوشم نمیاد برادرای بسیار محترم. ثواب داره، سنت است. بنازم عوامی را که برادری را که جوانی را که دست پدرش را، دست مادرش را، دست عالمش را، دست استادش را، دست شیخش را میبوسد به افتخارش بگین الله اکبر. ولی از مرنی برادرای محترم با او خاطر وقتی که من روز جمعه میشه صحبت خود ختم میکنم، قرار میشنم که تا شما برین و ما باز آیستگاک برم به اتاق خود داخل شوم. والله قسم به ذات رب العالمین قسم ارقه دارین، من میشناسم خود را، من او کسی نیستم که شما دست من را ببوسین. در میدان محشر به حضور رب العالمین اما قدر دعا کنین که من خار نباشم. خداوند نگویه که تو مولوی چی کار کردی؟ چرا ما اینه قدر کار کردیم ولی خود خرد میگیرم و خرد کار کردیم ما چی کردیم؟ باید میلیون ها نفر ما اصلاح میکردم، وسیله اصلاحش میشدم، ولی چی کنم صدها نفر را، چی کنم هزارها نفر را، چی کنم لک ها نفر. ما میدانم که در افغانستان به کسیدهای ما علما، ما یا دیگه علمای کرام هزارها نه لک ها نفر توبه کرد بگن الله اکبر. باور کن از جرمنی تلفن میآید، از جرمنی، از استرالیا تلفن میآید. یک مادر از استرالیا تلفن کرد، نمبر از کجا پیدا کرده بود، گریان میکرد که شوهرم روزه را میخوره و او شوهر توبه میکنه ان شاء الله. از سعودی، از دمام دیر شب تلفن آمد، از ریاض یک شب تلفن آمد، گفت وقتی که ما به مویی هایی که قسط های شماست میگذاریم همه در گریه میشیم. ولی والله ما قناعت ندارم برادرای محترم، به این قناعت ندارم که میشنوم هنوز هم هزارها جوان ما شراب میخوره، در این شهر شراب میخورن. میشناسم حتی دوستای خدا میشناسم، چون هموقع که مردم مرا میشناسم، من هم خیلی از دوستا را میشناسم. بعض وقت به لباس دیگری به کوچه ها میگردم، در بین دوکان ها میگردم، حتی در جایی میرم شاید او جوان فکر نکنه که این مولوی در اینجا میآید. یک روز در یک بلیاردخانه رفتم، جوان ها مرا نشناختن. باز گفتم که جوان ها چی میکنین شما؟ گفت که بلیارد میزنیم ملا جان. باز قطیفی خدا ملای بیچاره را کسی او قدر حساب نمیکرده. خوب البته بعضی دوستا که مرا میشناسن خداوند خیرشون بده که احترام میکنن و به خاطر خدا خوش هستم که احترام که حتما عملم فردا میکنه. باز قطیفی خود اثر خود گرفتم، به یک پوهنتون های شخصی درس داشتم، گفتم که قطیفی خود گرفتم، گفتم که وقتی نماز نشده مولوی صاحب بسیار ببخشین. خوب است که اینقدر شرم دارین یک مولوی صاحب خو میگین، به یک مولوی خو میشرمین. خب این بلیارد چه قسم است؟ گفت ای مولوی صاحب نمیکنیم دیگه پرسان نکنین، خجالت ما میشیم. تم خوب حرکت کنین، رفتن به طرف وضو نماز. خداوند همه دوستان ما و شما را امر کننده نیکی و نهی کننده از بدی بسازه. ولی قناعت به این نداریم، از خدای خود میخواهیم که یا رب ما را به دنیا نشر کن، صدای ما را و خودی ما را به دنیا ببر که ما لک ها نفر را نمیگیم اول جهاد، اول دعوت، اول کافر نمیخواهیم ما بکشیم، نمیخواهم کافر ما به جهنم روان کنیم، ما میخواهیم کافرها مسلمان شوند جنت بروند بگن الله اکبر. بله و ایران اعلان میکنیم که او کافرهای نجس العینی که تا میدان محشر اونا ایمان نمی آورند و خون پاک مسلمان ها را می ریزانند. اگر در افغانستان است، اگر در اسرائیل است، اگر در عراق است، اگر در خود امریکا و مسکو و فرانسه است، تا قاف قیامت به همراه است مجاهدین مسلمان جهاد میکنند بگوین الله اکبر. ولی در اول دل ما نمیشه که کافر از بین ببریم، میخوایم که کلمه عرض کنیم برش، بخوان کلمه تا میخوایم مسلمانش بسازیم، جنتش روان کنیم. حضرت عمر فاروق در یکی از غزوات بنازم بازوهای نازنین عمر مجاهد را
شمشیر بدش بود، زمین زیر پایش لرزه کرد. بگن الله اکبر. پادشاه کافر را گفت زمین چرا لرزید؟ گفتن عمر آمده. عمر بگوین رضی الله تعالی عنه. باز مسلمان ها پیروز شدن، کافرها از بین رفتن. خداوند امروز هم اول خود دعا میکنه مسلمان شوند، دوم خداوند گردنها اینا را بشکنانه، پایهای کافرهایی که نمیخوان مسلمان شوند میده کنه. دیگر طاقت مسلمان های مظلوم به سر آمده. برادرای بسیار محترم، نکته جالب در کجاست؟ صحابه های کرام پیروز شد، بدنهای کافرها سر بریده، دست و پا بریده، به زمین افتیده بود، نعش های حرامشان. با صحابه کرام گریه گرفت. حیات صحابه نقل میکنه بعضی از صحابه های، بعضی از مسلمان هایی که نو وارد اسلام شده بودن گفتن چرا گریان میکنین؟ گفتن دل ما به این کافرها میسوزه، کاش که گردنهایشون بریده نمیشد مسلمان میشدن. گفتیم ما را میگرفتن جنت روان میشد توسط رب العالمین. بگوین الله اکبر. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم کافرها اسیر شد. باز گفت که بندایشون کمی سست کنین، بناز و مهربانی تا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. باز تبسم کرد طرف کافرها. ای مسلمان نه، طرف کافر تبسم کرد، پوشانی مبارک بالا گرفت. کافرها گفت که خودش پیغمبرم میگیره، با سر ما رشخندی میکنن. گفت نه رشخندی نمیکنم. به رحمت خدا مرد خنده گرفت. حضرت رسول الله صلی الله علیه و فرمودن که شما را به زور بسته کرده مسلمان میسته. بگوین الله اکبر. و امروز هم ما این دعوت به کافرها میکنیم که ای کافرها، مسلمان ها قرآن، حدیث، خدا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصلا نمیخواه آدم کشی کنه مسلمان کافرها را از بین ببره، ولی به خاطر ضرورت وقتی کافر سری مسلمان بیایه، مسلمان از بین ببره، باید همه مسلمانان دست به دست هم بدهند. وقتی گرانبهایتان برادرای بسیار محترم نمیگیرم، چند صفت بود که ما را نجات میداد؟ 4 صفت. صفت اول ایمان، صفت دوم عمل صالح که در این عمل کل عمل ها داخل است که من تشریح کردم بعض براتون، کل عمل ها داخل است. و سوم امر به نیکی، امر به عبادت. خودت عبادت کردی، یک طاعت انجام دادی، دوست و آشنایت هم تشویق کو اگر میخوای هلاک نباشی. دوم در آخر چی هست؟ منع از بدی. خواهر محترم که حجاب میپوشه، چادری میپوشه، گریه میکنه، قرآن میخونه، به هتل ها نمیره، دختر خاله خود باید وصیت بکنه، نصیحت بکنه، نگوی بمشی. اگر این دختر خاله و عمه و مادر و خاله خود نمیگه، این خواهر هلاک است، ولو با حجاب است، ولو دیندار است، زیرا امر به نیکی نکرده، نهی از بدی نکرده. فلهذا برادرای محترم، خواهرای گرامی، در هر جایی که هستین، نرم آهسته آهسته، شیرین شیرین، مسلمان های برادرها و خواهرایتان دعوت به طرف رحمت پروردگار بکنین که دین و قرآن و رحمت جنت همگیش از ما می باشه. حتی حضرت موسی را خداوند بی‌نیاز می‌فرماید که پیش فرعون که رفتی گپ نرم بزن، و قولا له قولا لینا. آیت قرآن. بگوین شما 2 نفر ای موسی و هارون نزد فرعون که رفتین گپ نرم، یعنی ما و شما یاد میده که اینی تو بگوین، ولی ما و شما چی میکنیم؟ قماربازی بدبخت چرا قمار میزنی؟ ای تو گپ میزنیم، به تو قمارباز تمام میکنه. برادر بسیار محترم، یک روز یک بزرگوار تلفن کرد، گفت مولای اردین است. گفتم ها. گفت مرا گپای بسیار به دورت زدی. او بزرگوار عالم است. گفتم مولوی صاحب محترم، دانشمند فرخیته اسلام، وارث محمد رسول الله علیه السلام، ما قمارباز میگم برادر قمارباز، ما شرابی رو میگم برادر شرابی. چطور جرأت میتون به خود که یک مولوی صاحب خدای نخواسته مدعو بزنم و یک دانشمنده؟ خداوند کلگی ما شما زبان شیرین نصیب بفرماید که از زبان شیرین مردم اصلاح میشه. برادرای بسیار عزیز، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. یا الله ما را و اهل مجلس ما را اهل این 4 صفت، ایمان، عمل صالح، توصیه به صبر، توصیه به حق، یعنی امر به نیکی، نهی از بدی، پروردگار رو برای ما نصیب بفرمایید. و ما جوانهایی که ریسفیدایی که و دیگه کشورها از طریق سیدی ها، کسایی که آمین میگن، دعاهای ما را، گپای ما را میشنون، کلگی مسلمان ها را یا الله شامل همین 4 صفت بساز. پروردگار ما تنها گفتیم یقینا که عمل کردنش بسیار مشکل است. تو ما را توفیق بده پروردگارا، تو ما را بگیر نفس و شیطان مگذار، ما را تنها نمان، در وقت جان کندن به ایمان ما مسازی، به عذاب لحد گرفتار نکنی، به عذاب قبر ما را نیفتانی، در میدان محشر بگیر آتش دوزخ و زنجیرهای آتشین جهنم و نسازی. الهی ما را جنت ببر، صفات و اعمال جنتی ها را بر ما نصیب کو.
میبینی پروردگار که هزارها دست مسلمان با سوز و گریه و دعا و نیایش به طرف عرش و لوح و قلم تو بلند است و امید بلند کردیم. خدایا روز جمعه است، در مسجد هستیم، بهترین جای دنیا. حدیث پیغمبر نازنین توست که مسجد است. قلبهای شکسته داریم، اشکهای ریزان، دست بلند به طرف آسمان. پروردگارا دست ما را خالی و صفر باز مگردان. ما را از اهل صفت چارگانه‌ای که در اول عصر تشریح کردی، ما را از اهل امو چار صفت بساز. ما را بدبخت ابدی نساز، ما را دوزخ روان نکو. میشنویم در خواب میبینیم بعضی از مرده های خود به قبر میسوزند، رویشان سیاه است. میگه پدرم در آتش بود، مرا گفت بچه‌م آب پرتو. چی معنا داره ای پروردگارا؟ واضح است که پدرش در جهنم است، میسوزه. ولو مسلمان است، ایمان برده باشه اما فاسق بوده. خدایا فسق و فجوری ما را اصلاح کن و ما توبه نصیب کن. ما را از غفلت بکش، جوانان عزیز ما را، خصوصا اونهایی که در تعلیم و تحصیل گم کلمه مقدس ما بساز. و دوستایی که دعا خواستن، شب تلفن کرده بودن، دیروز مسیج روان کرده بودن، خط روان کردن، دعا خواستند و وسیله دوستا دعا خواستند. یا الله فکر کردن دعا در این مجلس قبول میشه، چون هزارها نفر در اینجا میآیه، اکثرا گریه میکنه، انسانهای پاک هستند. به برکت اینا دعای ما را قبول بساز. مراد شرعی و برادر و خواهری که خواسته، مراد شرعیشان را بده. بعضی دوستای ما مریضای لا علاج هستند، دکتر گفته تداوی نداره، ولی ما میگیم داره. پروردگارا تو قادر مطلق هستی، تو شافی مطلق هستی، بدون قید و شرط پروردگارا تو شفا بده. از شفاخانه غیبی شفا بده. بعضی بندی های بیچاره را از بندی خانه ها خلاص بساز. بسشان از پروردگارا توبه ایشان قبول کو، عذر و نیازشان پروردگارا به دربارت قبول بساز. مرده ها زیر خاک داریم، حیران هستند، پریشان هستند که یک کسی کدام دعا اگر برشان بکنه کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله بگردن.